کدام عامل‌ها دوری بر دوام هنرمند و مخلصانش را در میان گذاشت؟ زیبای نورو چی وادار کرد که یک ساعت نه طولانی دور باشد از ما، از مخلصانش. این با مرور زمان هر یک انسان البته جای خود عوض میکند و دورم نبودیم و با دیگر کس آشنایی خوش نمیآید مرا. خوانشی صمیمی، ترانه‌های دلنشین و شیرینی آواز و صنعت اصیل زیبا بود که سرودهایش را جاویدانی کرد. او از دل می‌سرایید که به دلها راه یافت. با همین قلم زیبا جان ثبت شده بود. من هرگاه هم اونا را میخوندم بولیده میشدم. این صدا زمانی برای هواداران صنعت اصیلی سرایندگی در تاجیکستان آشنا بود و تا به هنوز آشنایی دارد. لباس‌های ملی تاجیکانه میبارد به صحنه گل شکوفان میشود. البته گل هستیم و زنو. بله. انتظارم بیا دلفگارم بیا. آوازخانه که قسمت او را تا به اروپا برد ولی همانا هم سرودش مردمی است و نوایش تاجیکانه. هر یک غزل یا سرود رو با آدابانه صمیمانه اجرا می‌کردند. فاصله ها میان زیبا و صنعت اصیلی سرایندگی دوری گذاشت. اکنون احیای نو را با فواره محبتی صنعت و هنر انتظار باید بود. ندارم سیم و زرم به بازاری تو میایم. همه شوقم، همه ذوقم، همه سازم، همه نازم. اگر دنیا دیگر گردد همان یاری تو میایم. اگر دنیا کند خارم گلی خاری تو میایم. برنامه هنر با آوازخوانی از دیده ها به دوری ها رفته و دل ها را تسخیر کرده. سلطان مبارک باد با سلطانی نوروزی. خمار یادها با زیبای نور از تلویزیون دوشنبه.